از جانب بانک ملی جمهوری تاجیکستان بگیم تصدیق شد، چون که تقریبا 4-5 سال پیش به نهایت کنتاکت مشهور بود. سوال‌های که روی کردگین به همه سوالاتون خداوند راضی باشد جواب می‌گردونیم. سلام به همه نفرهایی که همه روزه ویدیوهای ما را تماشا می‌کنید. تماشابینان عزیز و گرامی قدر، در 2 ویدیو و 3 ویدیوی اخیر دیدم که به نهایت سوال‌ها زیاد شده از جانب شما و ما تصمیم گرفتیم که در ویدیوی آینده به سوال‌های شما همش را جواب گردونم. خداوند راضی باشد. و امروز خواستم که یک قرار نامه با معلوماتی همه شما برسانم. برادران عزیز، روز 28 فوریه از جانب بانک ملی جمهوری تاجیکستان بگیم تصدیق شد. یعنی که بسیاری از شهروندان جمهوری تاجیکستان وقتی که در فدراسیون روسیه قرار داشتند با طریق مقصد کنتاکت پول روان میکردن، از سببی که فدراسیون روسیه همین کنتاکت دیگر اجازتنامه کاری نداد، از این خاطر بانک ملی جمهوری تاجیکستان نیز کنتاکت در جمهوری تاجیکستان مثال محکم کردن، دیگر پول فرستاده نمیشود. و من خواستم که همین چیزا با معلوماتی همه شما برسانم. ممکن نباشه آدمایی که با این واسطه پول روان کنن، با واسطه دیگر بانک ها مثال انتقال میتونن پولای خودشونه، لیکن ممکن باشه نفرهایی که از وقتی پیش با همین واسطه کنتاکت پول روان میکردن، چون که تقریبا 4-5 سال پیش به نهایت کنتاکت مشهور بود و بگیم 90% مهاجرا با همین واسطه پول روی میکردن. از همین خاطر ما خواستیم که این چیزا با معلومات شما برسانیم تا دیگر با واسطه کنتاکت پول روان نکنه که مقصد گرفتن نمیشه، یعنی که دیگر فعالیت نمیکنه. این چیزا بانک ملی جمهوری تاجیکستان علاقه تصدیق کرد و گفت. خب تماشابینان عزیز و گرامی قدر، انتظار باشین ویدیوی آینده در سوال‌هایی که روی کردگین به همه سوالاتون خداوند راضی باشد جواب میگردونیم. هزار رحمت کلام برای تماشا کردن و دستگیریتون.